شهید آوینی یه جمله‌ای میگه زمانه عجیبی است. مردم امروز امام دیروز را عاشقند و امام امروز را غافل، چون امام دیروز را به هر نحوی که بخواهند تفسیر میکنند، اما ناچار به اطاعت از امام امروز هستند و کوفیان عاشورا را این گونه رقم زدند. 1400 ساله میخوایم بگیم نامرد نیستیم، میگیم ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها. یعنی چی تنها بماند؟ یعنی اینکه آقا من صبح تا شب کار میکنم، همه چیز تو ذهنم میاد الا اینکه امام زمان نیستش. سه درد حضرت رو نمیفهمم من. سه زندگیم بدون حضرت داره میچرخه. امام موسی کاظم یه عبارتی در رابطه با امام زمان داره، اگر کسی این عبارت رو از ته دل درک کنه شب و روز باید گریه کنه. میگه امام زمان در آخر زمان انه وحید غریب فرید و ترید. آقا وحید تنهاست، زیاد تنهاست دیگه، آقا تنهاست، غریبم هست، آقا غربت مال معصومین بوده. این تریدش برمیگرده به من امت برمیگرده، رانده شده است. یعنی مردم امت امام زمانشان را نمیخواهند، طردش کردن.